همجوران عزیز سلام علیکم. 12 می سال 2025 قرار داریم در شهر بستان اصفهان در زردآلوزرها. این زردآلویی که می‌بینیم در پیش شما علاقه 3 ساله شده ایستاده است و بروشش نغز است. لیکن باز کم کمبودی هم دارد و ما یادم اصفهانچی‌ها بسیار آدمای کاردان کار پخته و به هر حال ما هم کم گپ زنیم اگر ممکن فکر میکنم باید زردآلو کشاد باشد انا خیلی رفتگی باشد و منش علاقه لیشنی اینجا با موبایل با باید که موبایل با درآمده آدم تون است اینش لیشنی منم اینش علاقه زیادی منم تا زیادی اینا بخش گرفتن در کار تیرمو و ما بهار من همین شب و روز باید که بوریش سبز گفتن چی است ما باید که حرکت کنیم نوده های ما بیرون رود درون به نوده موند چون که آفتاب دارد میوه خوش صفت میشود شیرین میشود آفتاب رو میبیند برای هم چیکار کنیم باید ما باید همین شب و روز نوده هایی که در طرف درون رفتگی است کنده پرتویم باید همین نوده ها رو با کنده آزاد کنیم هم میامشه پرتوفتن موبایل رو کشوده کنیم من موبایل رو کشویم این رو عموما گیرستن در کار بود فکر کنید که همین نیست من موبایلش رو بینه چقدر کشوده شد عجیبه چیزی که موبایل میبیوید ما گیرستن میپرتویم و روان میکنیم زردآلو رو به طرف بیرون نشونمایش رو انا بخیر همجوران عزیز وقتی که همین شب و روز شما کار میکنید کار شما چندین مرتبه آسان میشد فکر کنید که همین رو شما حوضی نزدیدن درون بود همین رو تیرمو زدن در کار تو تیرمو این قوسش چلیک باره میشد شما قد بریدنتون در کار مونده میشود دست مونده میشود کارتون زیاد میشود به جای 10 دقیقه در اینجا نیم ساعت کار میکنید در یک درخت اگر حاضر منم که تست کنده پرتوید اگر کار شما 70% درست میشود و دوم وقتی که شما از درون اینا رو که کنده پرتوتیم اینو ببینید ما چند قوزه کنده پرتوتم زمین نمیشد میبینید که ما اینا کنده پرتوتم ها حالا که قوه اینها میرود به این بیرون با این نوده های ما سال آینده علاقه این چی میشود سال آینده این علاقه گلخونه‌اش بسیار میشود میوه‌اش بسیار میشود قوتش بسیار میشود یعنی قوه به بیرون میرود برای همین رو هم با کسالی کم میشود برای همین شب و روز این رو اکن سخت شده است شما کنید اگر با پوستش میکنید برای حاضر قیچقتی برید اینا یک هفته 2 هفته پیش میکندیم اگر این دستکتی میشه اومد من کندم با پوستش اومد اینجا من ببینید با پوستش اومد اگر این رو یک هفته 2 هفته پیش میکندیم انا اینجا کنده میشد و پوستش کنده نمیشد برای علاقه درش است ما توصیه دادیم که قیچقتی از بخشون قیچ کنن آسان تر میشود گیرش رو عموما کشوده کنن من چقدر که گفتم این علاقه من همین زیادتی است یا پوینتر میبره اینسا من اپوینش میبرن منم خیلی باید که کشود باشد و آدم باید درون همین زردآلو درآمده دستش هم میخی کند و هم خیلی ورتالیات بره هم میخی کند اگر باید دستش در نوده نرسد موبایل نکنده دایستوده 6 دمی 7 دمی چند تا گیر داده گیردی آدم با اگر نوده باشد هم خیلی دستتون نرسد همین خیلی کشوده شود زردآلو این بهترین به شکل ضروری است زردآلوتون کلان میبیاد شیرین میبیاد خوشبو میبیاد فقط بالاش دوید میزنید که بلند نشود هم 3 متر مورد بس کفایه و این زردآلو در تنه همه جا انامجا سال آینده پوری زردآلو میشد من گلخونه‌هاش تیار کرده شده است در زردآلو در من همین نخونک‌ها میبندد من همین پخ است کو پخ چاو جغدچه‌ها میگه همین چی میگه شما جغدچه میگفتن در اصفهان در جغدچه‌ها میبندد ما پخ میگیم پخ خروس است کو من هوای با میبنددن همینو دا انا همجوران عزیز این بود یک توصیه ما که از روی تجربه دیدیم نسبت پرورش زردآلو کدام اگر گوید من نادرست گفتگو باشم قید کند لیکن دلیلش قطعی نیست که این گفتگو من نادرست است انا همجوران عزیز این بود گفتگوی ما درباره زردآلو در پناه خدا باشید